روانی نوشته بود دیس اینفورمیشن که درست هم هست. در مبنای همین ماجرا، در مبنای همین بازی هایی که تلاش میشه که تا روز تاجگذاری همونطور که عرض کردم این دنیای غرب با ما جنگ کنه، حالا اون هم داره جنگ‌های فکری همونطور که عرض کردم با چه ظرافتی ما ملتی که وایسادیم برای بازگشت شاهنشاهی فعلا 3 تا آلترناتیو جلو ما درست کرد که حالا ما باز باید دوباره از این میدون رد شیم. یکی از کارهایی که معمولا میکنن در داستان‌های جنگ‌های روانی دیس اینفورمیشن، یه سری اتفاقی که افتاد یهو اعلام میکنه خامنه‌ای مرد، دیدی خبرگزاریاشون هم اعلام میکنن و یهو خامنه‌ای میاد بیرون. تا این مشکل از من و شما ایکس و ایگرگ نیست که اومدیم گفتیم مجتبی خامنه‌ای ببخشید با خبرگزاری‌ها اینا اعلام کردن. یعنی در حقیقت این باز میشه یکی از چیزهایی که من به اثبات میرسه که ببین غربی‌ها چگونه بازی میکنن. با خبرگزاری‌های به اصطلاح معتبر میان یه دونه آدرس غلط میدن که بعدش یهو مجتبی میاد بیرون، بتونن ما رو از نظر فکری مختل بکنن، خستمون بکنن، حتی ایده به شک بیفتن که نکنه اصلا خامنه‌ای هم نمرده. با اینا بهش میگن عملیات دیس اینفورمیشن که بتونن یه جامعه رو از نظر روانی مختل بکنن که تهش در این میدون مینی که برامون میکارن ما یه جا پامون ریز بخوره و دستو بیاریم بالا، خستشیم، بپاچیم از نظر روحی و دوباره خودمون رو تحویل دشمن بدیم که مملکتمون بره برای نابودی. که ما این کارو نخواهیم کرد. نشون دادیم که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرد. در هر کجا که هستیم پاینده پیروز و تندرست باشید. ما پیروزیم، با این قدرت میریم جلو که تا همین الان اومدیم.